ساده ترین نوع دنده عقب کنار جوب و جدول رفتنه. برای اجرای این نوع دنده عقب خیلی راهنمای سمت راستتو میزنی، دندتو میدی دو، بعد میاری عقب، دست چپتو میگیری بالای فرمون، یه مقدار کمربند رو شل میکنی، بر میگردی قشنگ به این سمت میشینی و نگاهت کاملا به شیشه عقب باشه. دستت بالای فرمونه، وسط شیشه عقبتو که این بالشتک صندلیه با جوب و جدول تنظیم میکنی و عقب میری. سرعتت در هنگام دنده عقب رفتن از حالت لاک پشتی نباید تجاوز کنه و گاهگداری میتونی از آینه بغل فاصله بغلتو رصد کنی و بری عقب. اگر هنگام دنده عقب رفتن دیدی که فاصلت داره از جوب و جدول زیاد میشه و سطح اسفالت پهن میشه، فرمونتو به اندازه همون 5 دقیقه ببر به سمت جوب و فاصلت رو کم کن و بعد دوباره ماشین رو صاف کن. و برعکس اگر دیدی فاصلت داره با جوب کم میشه و سطح اسفالتت باریک میشه، فرمونتو به اندازه همون 5 دقیقه بیار سمت مخالف جوب و بعد وقتی ماشینت صاف شد فرمونتو صاف کن. بهترین حالت اینه که اول ماشینت صاف باشه و بعد فرمونت صاف باشه و عقب بری.